یه چالش تو کار ما پیش اومد، بیایم بهتون بگم. از اینجا دقیقاً از این نرد پلا تا اینجا نزدیک 85-90 سانت کجه. یعنی حالا براتون نشون بدم قشنگ از دور مشخصه. شیبو ببین، این شیبو میبینید الان این شکلیه. بذار کلامو بکشم این بر. خب این کله بزرگم در سر برای ما دیگه، همه جا گیر میکنه. بعد این شیب با یه در ریلی اتومات طرف میخواد که بره برگرده. ریل آدم میذاره رو زمین دیگه، نهایتا نه رو زمین هم نمیذاری، رو هوا مثلا میذاریم، ریل میره میاد، ولی توی یه قسمت صاف، یعنی با یه شیب صاف، یعنی شیب تراز میره میاد. الان ما 85-90 سانت حدودا کج کارمون. ما چی کار کردیم؟ تو اسلاید بعدی به قول کلیپ بعدی این خارجی مارجی ها که میگید نگاه کنید ما چی کار میخوایم بکنیم برای این.